تصویر عمرو المیدانی رو میبینید، یکی از بازیکنان مطرح تیم سوریه رو. میانگین سنی این تیم شاید به زحمت به 23 سال میرسه ترکیب فیکسش و حالا سفیدپوشان ایران بازی رو آغاز میکنن. در همین ابتدای کار دیدید که توپ موقع پله کردن در واقع کاملا غیر قابل پیش بینیه که جهتش کدوم سمت میره. رو به عقب پورعلی گنجی توپ رو میفرسته، اشکان اونجا حاضر هست، دژاگه برای طارمی مستقیم با پای راست به هر ترتیب الما توپ رو در اختیار میگیره. میلاد محمدی در ترک گروژنی روسیه بسیار خوب کار کرده و در آخرین بازیشون هم یه پاس گل داد با نفوذ از سمت چپ. این یه صحنه نصف نیمه جدی بود که الما توپ در چارچوب دروازه‌اش اومد از سوی اشکان دژاگه. شاید یکی از آخرین صحنه‌های مهم نیمه اول رو ببینیم. جهانبخش بلند به روی دروازه، در اون شلوغی فرصت هست. سید جلال تو سر توپ میزنه، خود سید جلال توپ عبور نمیکنه از بین بازیکنان. برها رضاییان توپ رو میفرسته به روی دروازه، یه فرصت از یه مهار سینه. این ضربه که درست طارمی مهار سینه‌اش خوب بود اما ضربه نهایی باز رو پاش ننشست. حالا وحید امیری پشت مدافع، این یه فرصت هست، به نظر آفساید اعلام شده بود، پرچم بالا رفته بود، کاملا مشخص بود. به هر حال رضا قوچان نژاد امیدواریم دفعه بعد هم بتونه باز همین توپ رو به طول دروازه سوریه برسونه، این بار در شرایطی که مردود نباشه. رضا قوچان نژاد اشاره میکنه که نشنیده سوت داور رو. ببینیم با این توپ چه کار خواهند کرد. خریدی میزنه و به هر ترتیب شانس آوردیم از کنار دروازه به بیرون رفت. بله، هر سه تعویضمون رو در واقع انجام. جهانبخش خودش حرکت کرده، توپ رو میفرسته به روی دروازه و الما چقدر هوشیار بود، توپ خوبی فرستاده شد، داشت یک تیکه میرفت تو گل سوریا که ابراهیم الما نذاشت. جهانبخش خوب حرکت کرد با پای راست، توپ خوب اومد رو پاش و خوبم فرستاد اما حیف. شرایط کاملا نفسگیر شده. وحید امیری باز هم با یه پرتاب بلند این کار انجام میده. یه بار دیگه این سایشی که داشت به توپ اما توپ به الما رسید. تک رو میره، بی‌محابا هم میره از این سمت. حالا حرکت کرده، میلاد محمدی میفرسته توپ رو به روی دروازه. جهانبخش چه توپی از دست رفت. علیرضا جهانبخش